آیا دشمن آمریکایی صهیونی بر بارش‌های کشور اثرگذار بود؟ چند فرضیه مطرح شد که مرور می‌کنیم. جواب رو باید در علم آب و هوا پیدا کنیم. پروفسور مایکل کانتی از دانشگاه کلمبوس میگه آمریکا طی یک دهه رادارهایی مثل هارپ رو در خاورمیانه مستقر کرده که با امواج خاص اقلیم منطقه رو تغییر میدن. سال گذشته در ایران پیشبینی بارش عادی بود، اما پاییز 1404 آسمون خشک موند و بارش 80% کم شد. در میانه جنگ که رادارهای آمریکایی اطراف ایران نابود شدند، باران بی سابقه شروع شد. کانتی در نیوزمکس گفت با نابودی این رادارها اقلیم ایران به حالت طبیعی برگشته. دن وینینگتون اقلیم شناس آمریکایی هم گفت خشکسالی ایران هر هزاران سال یک بار رخ میده. ریاضیات میگه این حجم از خشکسالی طبیعی نبوده. میشل چاسادوفسکی از دانشگاه اتاوا هم گفت آمریکا میگه هارپ رو متوقف کرده، اما تحقیقات مخفی ادامه داره و ارتش میتونه الگوی اقلیم جهان رو انتخابی تغییر بده. البته در ایران این نگاه منتقدانی داره و برخیشون میگن بعد از سالها ترسالی اومده. اما احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم این فرضیه رو رد کرد و گفت همچنان درگیر خشکسالی هستیم. تهران، کرج و مشهد در خطر کم آبی جدی هستند. فاطمه سیدالحسنی استاد دانشگاه اوریگان در این رابطه گفت وقتی ایران در 13 آوریل 2026 مرکز مخفی بارورسازی ابرها در امارات رو زد، فقط یک پایگاه رو نزده بود، قلب سامانه کنترل اقلیم رو زد، سامانه هایی که عمدن عراق و ایران رو خشک میکرد. نتیجه بازگشت بارش ها پس از سالها خشکسالی، کاهش 5 درجه دما، بازگشت سیلاب ها و نجات کشاورزی. حال این که کدام روایت نزدیک به واقعیت رو زمان مشخص میکنه.